هفته خبر تو خبر داره براتون از تازه ترین پرت و پله های شیخ فری که به سوژه جوک و خنده تبدیل شده. الان در جلسه گفته شد که آمار وضع اقتصادی آلمان از طریق مسئولین اونجا اعلام شده که امسال منهای 5.2% اقتصادشون کوچیک میشه و منفی هست رشد اقتصادیشون. خب شما نگاه کنید یک کشور پیشرفته با همه امکاناتی که داره و خب معلوم شرایطش، نه تحریمی هست نه مشکلی هست، اونا تو این شرایط الان قرار دارن و ما حتما اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت. این هم چهره یک کودک آلمانی بعد از شنیدن این خالی بندی های شیخ فری. شیخ فری در حالی داره این دروغ ها رو سرهم بندی میکنه که تو استبل ولایت درباره دولتش اینطوری حرف میزنن. شاید ریشه دارترین مشکل امروز اینه که دولت ما رأس نداره، ول شده. یعنی ما از وزیری میپرسیم که چرا تهاتر رو خوب انجام نمیدید، میگن تحریم داخلی هستیم. از یکی میپرسیم که ورود موقت چرا اینجوریه، میگن که 3 ماه با فلان وزیر کلنجار میریم هنوز هماهنگ نتونستیم بشیم. یعنی بسیاری از هماهنگی هایی که بایستی توسط شخص رئیس جمهور یا معاون اولیشون انجام بشه متاسفانه این کار انجام نمیشه. نخ تسبیح پاره شده. حالا این شما و این تصویری از ماشین اقتصاد ولایت در حال سبقت گرفتن از اقتصاد آلمان. اون مجلسی که دولت شیخ فری رو به تسبیح پاره شده تشبیه میکنه خودش یه چنین وضعیتی داره. آقای قالیباف، همکار بنده، شما باید در هفته 7 روز کار بکنید با این شرایطه، نه اینکه شما مجلس ما تا یه هفته قبل در هفته 2 روز کار میکرد. در هفته باید 7 روز کار بکنه مجلس، 3 شیفت کار بکنه، همه نظرها رو بگیره، تلاش بکنه، درست میشه. ولی اگر ما بخوایم سلانه آرام آرام کمان که دولت داره کار، ما شرایطمون شرایط جنگیه. حالا فکر میکنید این دزدهای مجلسی تو اون 2 روزی که میرن مجلس چیکار میکنن؟ پاسخ رو از زبون خودشون بشنوید. جمعی از نمایندگان مجلس داوطلبانه کشتی‌های کمک رسانی را تا یمن همراهی خواهند کرد و از دبیرخانه بین المجالس و نمایندگان مجالس سایر کشورها و خبرنگاران و رسانه‌های داخلی و بین المللی دعوت می‌کنیم در این اقدام بشردوستانه مشارکت نمایند. بقیه وقتشون هم به این مسخره بازی‌ها و اراجیف میگذره. هم دنده و هم این که هم که فنرت میشکند، هم دست و دل و پا و سرت میشکند. ای وای اگر که این رئیس قهر بکند 3 سود ستون کمرت میشکند. خلاصه این که همشون در حال بخورن و هر کس دنبال سهم بیشتری از قدرته. یه چیزی توی این مایه ها. این پاسدار شمخال خالی رو هم آوردن که به بسیجی ها روحیه بده، اما اینجوری به بی‌کفایتی مهرهای رژیم اعتراف کرد و توی دل بسیجی ها رو خالی کرد. حالا اگه ما با همه این سرمایه وقتی نتونیم یه چیز رو حل بکنیم، مسئله اشکالش کجاست؟ تو قدرت دشمن یا ضعف ما؟ نه، این همه سرمایه ضعف ما. پس مسئله درونی ما هستیم قبل از دشمن. ضعف ما، در ضعف ما باید اینو قبول کنیم. تلاش آخوندها برای غلبه بر مشکلات و بحرانها یه چیزی شبیه اینه. انزوای بین المللی آخوندام روز به روز بیشتر میشه و اوضاع و احوالشون رو داغونتر میکنه. آخوندا کلی تبلیغ میکنن تا بگن اروپا رو در کنار خودشون دارن و تحریما اثری نداره،
اما یه دفعه این شلغم نپخته وارد میشه و با این حرفاش کاسه کوزه‌شون رو میریزه به هم. یعنی ما الان با خیلی کشورهایی که ما فکر میکردیم کشورهای مستقلن الان میشونیم به صراحت دارم میگم آقا ببخشید ما نمیتونیم حریف امریکایی‌ها بشیم، مجبوریم تحریم ها علیه شما رو اجرا کنیم. اینجاست که معلوم میشه آخوندا ظرفیت ادا و اطوار رو هم ندارن و هر جایی که فیگور میگیرن پشتش به یه چنین روزی میافتن. طبیعیه که تو چنین وضعیتی آخوندا به هول و ولا میافتن و از ترس عواقب این وضعیت و ریزش بسیجی‌ها حسابی دست پاچه میشن. بوفالوی عمامه‌دار ولایت رو ببینید که همین ترس و دلهره رو چطوری بازتاب میده. و هیچ وقت ما نباید با مشکلاتی که پیش میاد که این مشکلات معلول ندانمکاری ها و سوء مدیریت ها هست نسبت به نظام ناامید بشیم و مسئله رو به عهده نظام بگذاریم و اگر بنا شد بنده ای در کار خودم اشتباه کردم نبایستی اشتباه منو به حساب نظام گذاشت و نبایستی مردم نسبت به نظام دچار ناامیدی بشن. این مجری تیویریش هم که تا دیروز خودش از بی اهمیت بودن کرونا میگفت حالا به ناگهان فیگور اپوزیسیون گرفته و از ترس واکنش‌های مردم از این روزه ها میخونه. مگر نه اینکه تو همین استودیو بنا به اعتبار فرمایش کارشناسان میگفتن آقا این یه مقداری حادتر از آنفولانزاست، اینجوری نیست. آقا عزیز من چه اصراریه، ما عادت کردیم هر چیز رو تخفیف بدیم توی این مملکت. تخفیف چه مشکلی ایجاد میکنه؟ بعد رفتیم به جای رسیدیم که حالا میگیم آقا تو رو خدا قسمت میدم این واکسن ماسک رو بزن. میان اون تا این یه فاصله است. این فاصله رو ما طی کردیم، بعد مردم ما رو قضاوت میکنن آقای دکتر و بعد اون اعتماد آسیب میبینه و بعد از اعتماد امید تقلیل پیدا میکنه و بعد این توالی آسیب دیدن به رغم پایداری باعث احساس خستگی و فرتوتی جامعه میشه. این مالکش یادش رفته که اونی که اولین بار درباره بی اهمیت بودن کرونا گفت و قضیه رو تقلیل داد خود ولی فقیهش یا همون کرونای ولایت بود. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. می توانند با دعا با توسلات خیلی از مشکلات رو برطرف کنن. این هم توصیه بعدی منه. حالا اگر جنگ و دعوای مشنگای نظام همچنان ادامه داره و هر کدومشون دنبال اینن که خودشون رو در ببرن. مثلا تو استبل ولایت به شیخ وری اینطوری میگن: آقای رئیس جمهور میدونی مردم تو شهر چی میگن؟ پیاده را بیا برو ببین چی میگن. میگن خدا لعنت کنه روحانی رو. این جمله‌ایه که داره گفته میشه تو کشور. از اون طرف شیخ وری هم شوتی که به سمت شده رو اینطوری میفرسته به سمت آمریکا. مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر میخوان لعن و نفرین بکنن، این لعن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتنه. آدرس اشتباه کسی به اونها نده. یه عده‌ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندن. آدرس صحیح واشنگتن دی سی کاخ سفید، این آدرسشه. پاسدار عباسی هم طبق معمول با داد و قال و عربده کشی دنبال بتونه کاری شکافای نظام و روحیه دادن به بسیجیاست. ناکارآمدی رو به اسم اسلام، نظام، ولایت، انقلاب، قرآن، ائمه و خدا نگذارید. اونهایی که این ناکارآمدی رو توی سفره ملت میگذارن مثل امویان در عصر معاویه و یزید برای زدن اسلام ناکارآمدی ها رو برجسته میکردن. امروز هم برای زدن انقلاب اسلامی کسان این کارو میکنن. هرگاه خواستی کارآمدی انقلاب اسلامی رو ببینید، عمل نیروی قدس در عراق و لبنان و سوریه و یمن و فلسطین و جای دیگر رو مقایسه کن با ژنرال ماتیس. این هم یک تصویر گویا از همکاری و هماهنگی بین باندهای نظام برای چرخوندن امورات نظام که کارآمدیشون رو به خوبی نشون میده. آخوندهایی که دم از حسینیه کردن کاخ سفید میزدن
حالا به خاطر سازی و خاطر بازی درباره نماز خوندن قاسم ترکیده تو کاخ کرملین رضایت دادم. از حوادث جالب اون ملاقات اینه که به زور خورده بوده قبل از ملاقات تو کاخ کرملین ایشون نماز اذان و اقامه میگه تو کاخ کرملین و همونجا نماز میخونه. ظاهرا گفته بوده یه زمان اینجا علیه ایران توطئه میکردن کمونیست ها، حالا من تو کاخ کرملین اومدم صدای اذان خدا رو. این خیلی حرکت زیبایی است. این یکی هم به جای کلاه کاسکت آخوند گذاشته روی سرش تا به این ترتیب خودش رو یه طوری تو مشنگستان ما جا کنه. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی هم به ترجمه تاریخی این بابا بندازیم که نشون میده آخوندا از جور کردن یه مترجم برای دم و دستگاه ورزشیشون هم عاجزن. ولی ما ثابت کردیم که حالا ها میتونیم قهرمان آسیا باشیم. We said this champion, we are everything champion. در پایان ویدئوی جالبی رو با هم میبینیم که به یکی از عجایب زبان فارسی اختصاص داره. English to Farsi Part 1. English, yes. Farsi, huh? English, what? Farsi, huh? English, surprised. Farsi, huh? English, I agree with you. Farsi, huh? English, none of your business. Farsi, huh? English, I like it. Farsi, huh? English, what you looking at? Farsi, huh?